بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه بینندگان و برادران عزیز و گرامی قدرم امیدوارم که هر کجایی که نباشند تن سلامت سلامت باشید. همیاران و هموطنان عزیز، اگر صدای ما در سامانه فیسبوک و یوتیوب شنیده می شود، یک نظری بنویسین برای ما تا اینکه بتوانیم صحبت ادامه بدیم و ان شاء الله امروز موضوعی که گذاشتیم صحبت خواهیم داشت و تا قدر که رمضان است و قدرت و توانایی و نیرو در بدن ما بود در خدمت شما قرار میگیریم و ان که وقتی نزدیک به افطار شد و شام شد و ما کوشش میکنیم از حضور شما مرخص شیم. تا اون زمان ان که کوشش میکنیم در خدمت شما قرار بگیریم. من منتظر میشم اگر برادرها آواز ما باشد لطفا بنویسین و ما صحبت ادامه میتیم. دوستان و هموطنان عزیز، اینچنین لایک خود را دریغ ندارید و همین طریق میو به وسیله روسیه پدیلید و یا شریک کنین برنامه ما رو تو این دیگران هم بتوانند وارد برنامه شوند تا بیننده بیشتر بشود، بتونیم یک فایده یا که منفعتی به این ملت و این مردم بیاریم. خب همدیاران در یوتیوب نوشتن که صدای ما هست و به همین طریق ما ان شاء الله که صحبت ادامه میدیم. خب همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، ما همونطوری که از اسمی برنامه میبینین در برنامه قدرت و حقیقت موضوعی رو گذاشتیم راجع به سفر امام علی رحمان به قرقیزستان و امضای سازشنامه بین مرزی و علاوه بر این سفر امام علی رحمان به کشور روسیه و ملاقاتش به پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین و قرارهایی که در اینجا قبول کرده شد و چی فایده و چی منافعی برای مردم و ملت دارد. ما میگذاریم در اول موضوع قرقیزستان و سازشنامه‌ای که در قرقیزستان امضا کرده شد به این صحبت خواهیم کرد و آخر میگردیم در موضوع طولانی تری که در اوج مهاجرت مهنتی است و که بیشتری بینندگان ما را فدراسیون روسیه است و این بسیار مهم و حساس است برای مردم تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. و در قدم اول ما میگردیم به مشکلات مرزی که در تاجیکستان بین تاجیکستان و قرقیزستان موجود است که این بالاخره بعد از سفر امام علی رحمان به قرقیزستان نقطه گذاشته شد و به همین طریق ما امید داریم که در آینده هیچ مشکلاتی به میان نمیاد. ولی بیایم ما یک اندازه‌ای به این موضوع نظر بکنیم که موضوع از کجا سرچشمه میگیرد. همونطوری که شما میدونید همدیاران هموطنان عزیز، بعد از اونی که تاجیکستان در سال 1991 استقلالیت به دست آورد، مشکلات مرزی ما با قرقیزستان موجود بود و این مشکلات مرزی در قدم اول که تاجیکستان بعد از استقلالیت به جنگ شهروندی رفت و قرقیزستان هم حکومتش به نظم در اومده نشد و مشکلات موجود نبود. بعد از اون که سال 1997 در تاجیکستان صلح شد و بعد از اون صلح حرف و صداهای در مرز به میان می اومد، اما در طرف تاجیکستان نیروی نظامی قوی موجود بود، چون مخالفان با تمام نیروی جنگی و رزمندگی در داخل وطن قرار داشتن. علاوه بر این حکومت دیکتاتوری امام علی رحمانوف هم با طریق فرانت خلقی که اونها هم نیروی رزمنده جنگی بودن، اینها هم در داخل وطن قرار داشتن و این جسارت را قرقیزها نمی‌کردند که به سرزمین تاجیکستان یگان حمله کنن یا اینکه پیرامون مشکلات مرزی صحبت کنن. من یادم هست که یکی از برادران گفت که در دوران بعد از یعنی صلح بعد از سال 1997 یکی از مشکلات مرزی به میان اومد. یکی از گنرال های مخالف که در اون زمان بسیار مشهور بود به قرقیزستان سفر کرد و در داخل کشور قرقیزستان یک حمله با همون بخش نظامی که در ولایت بودکن مقرر کرده شده بود از طرف قرقیزستان با او کرد و او را یک ضربه زد و گفت که دیگه این باره این صدا را نکنید وگرنه ما قرقیزستان میتونیم در یک کوتاه‌ترین فرصت بگیریم. این ترس وحش یعنی که خیلی زیاد بود، چون دیگه مجاهدای خیلی زیاد بود در تاجیکستان، نظامیای قوی بودن، از این میترسیدن و این کار تا سال 2014 ادامه داد. در سال 2012 آخرین نقطه‌ای که در بدخشان صورت گرفت که مخالفای در بدخشان موجود بودند، یعنی سال 2010 رحمانوف در ناحیه رشت با علی بدک و مخالفان نظامیش خاتمه داد، اونها را به خطر رساند و این طریق برگشت سال 2012 در بدخشان به مخالفای خودش حمله کرد و بیشتری از مخالفانی که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بودند و رزمنده بودند آنها را نیز به خطر رساند و در اینجا یک بیشتری سلاح‌ها و چیزایی که موجود بود از دست اونها گرفت و بالاخره سال 2014 حکومتی یا که مردمی یا که حکومتی قرقیزستان بعد از ضعف شدن این طرفی تاجیکستان دیدن که امکانیت وجود دارد و بیایید ما به این کشور حمله کنیم و سال 2014 این مشکلات شروع شد
بار اول در سال 2014 به حکومت مردمی قرقیزستان اومدن در سرزمین تاجیکستان یک پرچم خودشان رو اویزان کردن که اویزان کردن پرچم یک مشکلات مرزی را به میان اومد و زد خورد بین مرزبانان تاجیکستان و از مرزبانان قرقیزستان صورت گرفت. این اولین مناقشه به حساب می رود، اگرچه مناقشه های خرد بود ولی مناقشه هایی که بزرگتر بود این بار اول بود. این یعنی همین مناقشه کمک صورت گرفت، ولی از همه مهمش این است که در همون زمان اینا پرچم رو زدن و علاوه بر همین در نزدیک دههای اقصای اونها راهی را بستن و این مشکلات خیلی زیاد شد. یعنی راهی که به تاجیک‌ها تعلق دارد این رو بستن و این مشکلات به میان اومد. خب این مشکلات حل خودش پیدا کرد. تا حال خب دیگه کمی نیروها در منطقه بدخشان وجود داشتن، ولی بعد از اونی که بازم رحمانو با نیروی قوی رفت در بدخشان سال 2021 حمله کرد و در اونجا چندین نظامی‌ها را، کسانی که می توانستن از خاک این سرزمین دفاع بکنن، اونها را به قتل برساند. بعدن سال 2021 بازم یک مناقشه مرزی صورت گرفت که این مناقشه بسیار قوی بود و در این مناقشه ما یادمون هست که یکی از دهات‌هایی که بسیار بحث برانگیز است از دهات‌ها، ولی منظورم که همون راهی که به دهات میگذره بحث برانگیز است، ولی در اون طرف دهات تاجیک نشین است و قرقیزها همین راه کاملا بستن و تاجیک‌ها را نموندن که برو بن یا غذا ببرن، چون اونها همه غذا و رفت اومد چون به ولایت سوخت که به خوجند بسیار مهم است، چون اونها تمام مواد خوراکواری خود را یا غذایی خود را از همین طریق میارن. و اینجا بود که وقتی راه غذایی اینها بسته شد، واردات اینها بسته شد، اینها در اینجا مناقشه را شروع کردن و خواستن راه خودشو باز شود که قرقیزها سلاح به دست گرفتن و در نتیجه 36 نفر از جانب، یعنی مناقشه سر زد، 36 نفر از جانب قرقیزستان و 34 نفر از جانب تاجیکستان یعنی به هلاکت رسیدن، از دنیا گذشتن و زخمیای زیادی هم در اینجا موجود بود. بازم ما یادمون هست که ما برنامه در همین موضوع در کانال گروه 24 داریم، شما میتونید گروه 24 بزنید. در همین جا من 3-4 برنامه دارم در همون روزها و شما میتونید این برنامه‌های مرا ببینید که در اونجا بسیار راجع به این موضوع صحبت کردیم و این مناقشه را بسیار عمیق و دقیق نشان دادیم. ولی مردم تاجیکستان در اینجا بسیار یک واکنش خوبی نشان دادن و تمام مناطق تاجیکستان از جمله ولایت مختار کوهستانی بدخشان مردم به میدان برآمدن و از کولاب، از دوشنبه، رشت، از همه جا و نشان دادن که آمادن بروند از سرزمین خود دفاع کنند و این باعث گشت که شاید قرقیزها کمک ترسیدن و چکار کردن، این مناقشه خاتمه دادن و همین طریقتی مناقشه خالی شد. باز علاوه بر همین نگاه نکرده سال بعد از همین مناقشه چند مدت گذشت امام علی رحمانو باری دیگر به ولایت مختار کوهستانی بدخشان حمله کرد و در ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیاده از 50 یا 100 نفر رو به قتل رساند. محمد باقیرов یکی از فرمانده‌های ارشد نیروهای مخالف تاجیک در دوران جنگ شهروندی که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان قرار داشت، او یکی از لیدران مشهور این منطقه نیز به شمار می‌رفت، متاسفانه در همین حملات کشته شد. و در اینجا دشمنان تاجیک‌ها دیدن که واقعا از این طریق ما می‌بینیم که یعنی تمامی کسایی که رزمنده هستند و از ناموس مردم تاجیک دفاع کرده میتونند، یعنی از بین برده شدن. بازم در سال 2022 تقریبا از 13 تا 14 سپتامبر، از 14 تا 17 سپتامبر یک مناقشه سر زد و بسیاری از مناقشه ها در اینجا متاسفانه همین مناقشه راهی مرزی است که این قرقیزها میان راهی وارداتی مردم رو میبندن و این مناقشه ها سر میزند و این مناقشه در همین اساس سر زد و مناقشه بسیار خونین بود و بار اول وقتی قرقیزها طرف تاجیکستان حمله کردن تقریبا بیشتر مناطق تاجیکستان رو گرفتن، ولی خوشبختانه بعداً در اینجا از منطقه تاجیکستان یک حمله دیگری صورت گرفت. ضد حمله ما میتونیم ضد حمله اسم بر کنیم، ضد حمله صورت گرفت و مردم توانستند با
هم نیروهای نظامی و هم مردم به عقب نشینی برونن قرقیزها را و حتی به نزدیکی بادکن رفتن که من در همین نوارهایی که در اون زمان من 4 تا 5 برنامه دارم در گروه 24 شما میتونید در یوتیوب را پیدا کنید که ما در اونجا پیشنهاد کردیم که عقب نشینی نکنن و زمینهایی را گرفتن اون زمینها را نسپارن تا اینه که قرقیزها بیاین هر چیزی که مردم تاجیک میخواه از اون سرزمین او را امضا بگذارن. ولی متاسفانه حکومت دیکتاتوری امومالی رحمانوف عقب نشینی کرد و در نتیجه 63 نفر از طریق از تاجیک ها در همین جا کشته شد و 36 نفر از جانب قرقیزها. در این حمله خونین یعنی 63 نفر فقط از جانب تاجیکستان کشته شد، 63 سرباز و دیگر این خلق مردمی محلی و در عموم 63 نفر، ولی از طرف قرقیزها کمتر 36 نفر، ولی از 30 نفر در عموم از هر دو طرف جراحت برداشتن. این حملاتی بود که در مشکلات به میان اومد، یعنی در مشکلات مرزی به میان اومد و بعد از این قرقیزها یعنی وقتی که رحمانوف رو فریب دادن و سربازایی که در منطقه بادکن علاقه یعنی نزدیک بادکن تا مرکز بادکن در رفته بودن آنها را قفاشناندن، گفتن شما برید، یعنی با حکومت امومالی رحمانوف فریب دادن. آنها دیگه گفتن که ما تمامی مرزها را میبندیم و هیچ کار اجازه نمیدیم وارد مرزهای ما بشود تا زمانی که این سازشنامه خطش چیکار کردن نشود، امضا کردن نشود. به همین طریق ما در یاد داریم که در دانشجویی که در کشور قرقیزستان قرار داشتن با چه مشکلات ها روبرو شدن و بیشتری مردم تاجیکستان طریق قرقیزستان سفر میکردن به تاجیکستان که در قرقیزستان هواپیما یعنی ارزان‌تر از نظر به تاجیکستان وقتی به روسیه و به دیگر کشورها سفر میکنی. اینجا یعنی قرقیزها بسیار فشار آوردن به اشخاصی که از این طریق سفر میکردن میخواستن تاجیکستان بیاین و این مشکلات های خیلی زیادی بود. ولی با علاوه بر همین خب این طریقتی ما دیدیم که دیگر قرقیزها کاملا مرزهاش بستن تا این هفته گذشته بالاخره حکومت امومالی رحمانوف با سرداری سید مومن یتیموف توانست یعنی یک سازشنامه را یا اینکه مرز را معین بگرداند، علامت گذاری بکند و در اساس این علامت گذاری ها چند منطقه تاجیکستان اون طرف گذشت و از چند منطقه قرقیزستان این طرف گذشت. اگرچه بعضی از راههایی که در اینجا موجود است به گفته حکومت امومالی رحمانوف و حکومت قرقیزستان این راهی دخل ناپذیری را گرفت، در حالی که این بازم میتواند در آینده یکون مشکلاتی را به میان بیارد اگر که یک نظارت دقیق در اینجا جایگزین کرده نشد. ولی بر همین یک دیدی مثبت خواهیم داشت و امیدواریم که چنین مناقشه سر نزند و مردم آسایشته در اونجا کشته نشود. حالا دیگر سید مومن یتیموف با رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان و قمچیبک تاشایف رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان در طول 3 سال اخیر با هم کار کردن و علامت گذاری مرز را معین کردن و بالاخره در سفر اخیر امومالی رحمانوف به این نقطه پایان گذاشته شد و مرز امضا گذاشته شد. حالا باخت‌های از جانب تاجیکستان در اینجا موجود هست یا نیست، یعنی این چیز بسیار علامت سوال بزرگی است که هر یک تاجیکستانی باید برای خودش سوال بتید، چون حکومت امومالی رحمانوف تا حال یک چیز دقیقی رو معین نمی کند و نشان نمیدهد که واقعا در همین مرزی که عینی حال مناقشه صورت گرفت و امضا گذاشتن و در اینجا من همونطوری که یادآور شدم که در سال 2021 34 نفر و در سال 2022 63 نفر از جانب ما در همین مشکلات مرزی کشته شدن و اینها خون اونها تا امروز به جواب مانده شده است. به این خاطر یعنی وقتی که مشکلات موجود می شود و باید خون اینها جوابگری داشته باشد، حد امکان به خاطر خون اینها، ارزش خون اینها باید یک نشانه میگذاشتن و میگفتن که کدام و از کجا ما کجا رو به کجا دادیم و تاریخ چی نشان میدهد که قلمرو تاجیکستان از کجا تا کجا بود و امروز ما کجا تا کجا عوض کردیم. چیزی که متاسفانه تا امروز من پاسخ پیدا نکردم، زیرا در خریطه ای که تا امروز نشان میدهد بازم همون واروخ انکلو است، ولی متاسفانه تو امروز انکلو باقی مونده است. اگرچه راه را داخل ناپذیر کردن ولی این قابل قبول تاجیکستان نیست، چون هیچ زمانی برای شهروندان تاجیکستان اون منطقه انکلو نبود و نباید باشد. حالا حکومت امومالی رحمانوف هر کاری کرد اون دیگر به تاریخ
واش میگذاریم و تاریخ رو روشن میکند که وقتی حکومت در دست مردم خورد و معین کردن، اون زمان تاریخ خواهد گفت که چه حالت است. حالا ما یک نقطه رو از ملاقات امومالی رحمانوف و سودیر ژاپوروف در اینجا به سمت شما نشان خواهیم داد و یا اینکه بیایید از آزیاپیلوس همین سازشنامه‌هایی که صورت گرفت بین قرقیزستان و تاجیکستان و مرزهایی که باز کرده شد و ما دیدیم که قرقیزها علاقه به تاجیکستان سفر کردن و در تاجیکستان هم خب دیگر در تاجیکستان جشن نوروز است و این چیزها، اینها هم از نزدیک یعنی شما دیدید در رسانه‌ها و ما هم بازم به سمت شما میرسونیم. ولی به هر صورت بیاید همین از آزیاپیلوس همین را بر سمت شما بخوان و نقطه‌ای که بین حکومت قرقیزستان و تاجیکستان صورت گرفت به سمت شما برسونیم و بعدا نشون صحبت ایدیم. ولی همدیاران و هموطنان عزیز، از شما خواهش میکنیم که فراموش نکنید لایک گذاشتن و پدیلی سر تا اینی که بیننده ما بیشتر شود و مردم تاجیکستان از معلوماتی که ما به سمت شما میرسونیم آگاه‌تر شوند، چون برای ما و نفع همه مردم تاجیکستان خواهد بود. خب میگذاریم به این نقطه‌ای که در اینجا گفته شده است. امروز 13 مارس سال 2025 در دایره سفر دولتی امومالی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان به قرقیزستان از جانب او و سودیر ژاپوروف رئیس جمهور قرقیزستان شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره سرحد دولتی به امضا رسید. این سازشنامه نهایی در رابطه با معین کنی مرزی دو کشور است. به اطلاع خبرگزاری اکیپرس همچنان میان وزارت‌های کارهای خارجه هر دو کشور سازشنامه اید به زیرساختار آبی انرژتیکی و سازشنامه اید به زیرساختار راه و نقلیات به امضا رسیده است. امومالی رحمانوف ضمن ملاقات جانبه و امضای سازشنامه گفته است که مجموعه حجت‌های امضا شده امروزه در روابط دو جانبه صفحه نو را می‌گشاید. اطمینان دارم که نتیجه ملاقات همکاری های کشورهای ما را با سمت بلندتر خواهد رساند که به منفعت های بنیادی خلق‌هایمان جوابگو باشد. دوستان گرامی متاسفانه ببخشید به خط شکسته نوشته است، کمک مشکل بود خواندنش. خب سودیر ژاپوروف بوده است که رشد مناسبت‌های دوستانه و نیکی همسایگی با تاجیکستان یکی از افضلیت‌های اساسی سیاست خارجی قرقیزستان میباشد. خب کشور ما را تاریخ، عنعنه و فرهنگ باستانی با هم میپیوندانند. ما امیدی به مسائل مهم منطقوی و بین المللی موقع یخیله داریم، گفته است سودیر ژاپوروف. یادداشت می‌شیم که روز 21 فوریه سال روان سید مومن یتیم و قمشبک توشایف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان قرقیزستان در شهر بیشکک سازشنامه بین حکومتی تعیین خط مرزی دو کشور امضا کردند. قمشبک توشایف روز 27 فوریه در جلسه پارلمان قرقیزستان جزئیات این سازشنامه را شرح داد. او از جمله گفت که مهر مخفی یا برای استفاده خدمتی از سازشنامه برداشته شد و در ادامه مفصل درباره تبادل قطعه‌های زمینی که در اساس سازشنامه به دست آمده است معلومات داد. اما جانب تاجیکستان تا حال درباره جزئیات آن اظهارات نظر نکرده است. خب دوستان گرامی و هموطنان عزیز، اینچنین در اینجا همطور که شما می‌بینید مرز تاجیکستان و قرقیزستان خوشبختانه باز شد. حالا همدیاران ما و هموطنان ما میتوانند از طریق کشور قرقیزستان و تاجیکستان سفر کنند و که هر کشور دیگه که میخوان میتونن از طریق زمین قرقیزستان استفاده کنند. ولی به هر حال اینجا یک نکته خیلی مهم است. من متاسفانه اینجا چند دیدی را برای شما میگم که متاسفانه برای مردم ما ضررآور است، چون متاسفانه در حکومت امروزه ما تعریف و توصیف یک ایدئولوژی، یک وزن گرفتگی است که هر کسی که تعریف و توصیف کنه به مقام میرسد و جایزه میگیرد. ولی همین تعریف توصیف باعث گشت که امکان دارد که در همین گفتگویی حکومت تاجیکستان از ارزش‌های ملی تاجیکستان گذشته باشد، یعنی که سرزمین تاجیکستان رو به اون طرف داده باشد. بیاید ببینید که وقتی که امومالی رحمانوف به قرقیزستان سفر میکند از چه نازکی‌ها همین حکومت قرقیزستان استفاده میکند، نازکی‌هایی که امومالی رحمانوف اونها را دوست می‌دارد و اونها را همچون یک عنعنه در تاجیکستان نگاه داشته است و این نقطه به خاطر خوشحال کردن یک دیکتاتور و هر دیکتاتور، وقتی شما دیکتاتورها رو می‌آموزید این نقطه بسیار مهم است و این نقطه رو بیا یک بار ما و شما می‌بینیم. خب ببخشید من اینجا
این نقطه رو شما من به سمت شما برسانم. خب احترام در خلق دارد شماهای محترم ممالین رحمان قدم خوشماندت بر ملکی مایان شما پیوند کاری روحی بزرگت ای قدم خوشماندت ممالین رحمان Sana da tura telesin, ay sarıldım kaçan gelesin. Saklanan gün görüp gülçöde sabırlı canım beginsin. Altınlı kolum bilesin, ay ardayım eski jürüsün. Kalışıp oynap bir jürü, bilgim aldım çiremiş gölgeyi giresin. همونطور که شما دوستان میبینید شماهای محترم ممالین رحمان، یعنی امامعلی رحمان واقعا از سرود و صنعت و از خواندن تعریف و تفسیر نسبتی خود بسیار یک لذت میبرد. این چیز رو بسیار دوست میدارد و به همین خاطر وقتی شما میبینید امامعلی رحمان رو یک کسی تعریف و توصیف میکند او چهرهش گوناگون میشود و از این نازکی حکومت قرقیزستان نیز استفاده برد و میدونست که یک دیکتاتور چی چیز رو دوست میدارد. برای دیکتاتور یعنی ببین همین نقطه که همین به زبان تاجیکی هم قرقیزی استفاده میکند، شما فلان و بسمدان، شما فلانی و فلان. تعریف و توصیف به انسان اگر بیشتری بچود اون دیگر اعلام خدایی میکند. فرعون که از سببهایی که خود را خدا اعلان کرد همین تعریف و توصیف زیر دستاش و مردم همون منطقه بود، وگرنه چرا او اعلام خدایی بکند وقتی که مردم نمیگذاشتن؟ به همین خاطر وقتی دیکتاتورها صفتشون همی است، یعنی دوستداری از تعریف و توصیف و این چیزا قرقیزها متاسفانه استفاده بردن. وقتی که میآید چکار میکنن؟ از همین الفاظ برای او چکار میکنن؟ استفاده میکنن. یک کسی را میارن در پیشش میوصفه سوره، یعنی میخونه، سرود میخونه، تعریف و توصیفش میکنه تا اینه که او خوشحال شوه و وقتی که با امضا رفت و دیگر نمیدونن شاید مبلغ دیگر همون فساد براش بتین چکار کنن؟ امضا بگذارد. در حالی که در چنین حالت ها اون بیرقتری که آمد به مسجد تاجیک ها در زمان 2022 در جنگی که در همون جنگ زیاده از 63 نفر از طرف تاجیکستان کشته شد، باید در اینجا اشک ریخت، نه سرود خواند و صنعتی کاری کرد و رقص سرود کرد. خونی 63 سرباز این ملت کجا شد؟ این چیزا به نظر نمیگیرند مگر در ماه شریف رمضان آن هم میروید در اونجا چکار میکنید؟ میرقصید، سرود میخونید، در حالی که 63 نفر میتونن سرباز باشد، میتونن مردم عادی که به خاطر همین سرزمین رفتن در اونجا چکار کردن؟ جنگیدن. همین در همین ملاقاتش با توشیف، قمچبک توشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان دستش سلام میکند، میجفد و زیاد از 1 دقیقه با او صحبت میکند، در حالی که با فرمان همین بیرقتر قرقیزها به تاجیکستان حمله کرد و چندین نفر رو زخمی کرده کشت. به فرمان همین در سال 2022 63 نفر از جانب ما به قتل رسانیده شد. حد امکان برای تسکین دیلی مردم تاجیک باید این رئیسای کمیته هر دولت رو برکنار میکرده، یک طرفش هم نه که این اینا گناهگار بدن که در اینجا همین کار به میان اومد. حد امکان اینا باید برکنار کرده میشدن که در اینجا چیکار میشد؟ حق به حقدار داده میشد. چشم اون مادرایی که فرزندانش در اینجا به شهادت رسان چی خواهد بود؟ شما چی میگید به چشم اونها؟ وقتی که حکومت دیکتاتوری میشود عاقبتش اینجا میان میرسد. حالا معلوم نیست که اینها در اونجا چیکار کردن. بیاید یک جای صحبت‌های کی را تماشا میکنیم.
صادر ژاپاروفا با امامعلی رحمانوف یک جا از صحبت اینا رو با هم گوش میکنیم. Вас на гости. Эмомали Шарипович, добро пожаловать в Бишкек. Рад приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле. Выражаю признательность вам за принятие моего приглашения посетить Кыргызскую республику с государственным визитом. Прежде всего хочу поздравить вас с успешным проведением важного внутриполитического события парламентских выборов в Таджикистане. Кыргызская сторона высоко оценивает организацию избирательного процесса, что также подтвердили международные наблюдатели, включая парламентариев из Кыргызстана в составе миссий межпарламентских ассамблей СНГ, ОДКБ и ШОС. همینجا همین نکته را شما در نظر گرفتید. در زمان انتخابات تاجیکستان، پارلمان تاجیکستان که روز 2 مارس برگزار کرده شد، با انتخابات اشاره میکند، میگوید که ما به حد در سطح عالی بهاگذاری میکنیم انتخابات پارلمانی که در اوج گذشته شد، در حالی که در تاجیکستان هیچ انتخاباتی موجود نبود. این انتخابات دروغ بود. همه میدونند که انتخاباتی که در تاجیکستان است، هر کسی که دوست تاجیکستان است هیچ وقت به این طور بهاگذاری نمیکند. در تاجیکستان در زمان انتخابات پارلمانی امساله هیچ حزب سیاسی در اونجا موجود نبود، مگر یک دوست میتواند چنین حرف را بزند. در شک نیست که دشمن فقط میتواند بگوید که شما بهترین انتخابات را گذراندید و شما فلان و بیسمدان بودید. چرا؟ چون ضعفی و ناتوانی ما و شما را میخواهد. پس دقیق است که در اینجا اشاره به چی است؟ تعریف و توصیف امامعلی رحمانوف تا اینه که چیکار کند؟ نشان بدهد که ما شما را به رسمیت شناختیم و امروز سرزمین شما باید چیکار کند؟ به خاطر این شما باید از ما چیکار کنید؟ سپاسگزار باشید. چون در قرقیزستان انتخابات آزاد است. ما نیاز به اعتراف شما را هم نداریم، چون قرقیزستان انتخاباتش اگر امروز کسی به انتخابات خیانت کند، آواز را بزد، فردا مردمش میخواد انقلاب میکند. ما دیدیم که 4-5 بار در قرقیزستان گونه انقلاب شد. یعنی قرقیزها نیاز به این گونه تعریف توصیف ندارن، ولی ما میبینیم که حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف و خود امامعلی رحمانوف به اعتراف انتخابات نیاز دارد و مخصوصا چیکار کردن در نشست ای و نشست با پوتین، ولادیمیر پوتین، این نقطه را چیکار کردن؟ اشاره کردن. Уважаемый Эмомали Шарипович, развитие дружественных и добрососедских отношений с Республикой Таджикистан является одним из ключевых приоритетов внешней политики Кыргызской Республики. Наши страны связаны древней историей, традициями и культурой. Мы имеем схожие позиции по основным актуальным региональным и международным вопросам. Все это создает прочную основу для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря совместным усилиям, политической воле и стремлению наших народов к миру и добрососедству мы совместно закладываем прочную основу для конструктивного взаимодействия. Хочу особо отметить результативную работу правительственных комиссий по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Уверен, что подписание договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном станет судьбоносным историческим событием, которое будет воспринято с воодушевлением как народами наших стран, так и широким международным сообществом. Этот шаг внесет значительный вклад в укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития не только наших государств, но и всего Центральноазиатского региона. Сегодняшняя встреча представляет прекрасную возможность для всестороннего обмена мнениями по актуальным вопросам кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества. Убежден, что в ходе переговоров мы наметим конкретные шаги по расширению взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, а также по углублению культурно-гуманитарных связей между нашими народами. دوستمون نوشتن که آواز ویدیو کمک پستره، متاسفانه چون من نوار دیگه ایش ندارم. عین حال همین نوار من از اینترنت گرفتم. اگر این مشکلات موجود باشد و ما کوشش میکنیم از این نوار خودداری کنیم از پخش این نوار،
دیگر مهم نیست. مهم این که ما در اینجا صحبت‌های صدر ژاپوروف داریم و همچنان صحبت‌های ایمالی رحمانوف که فقط از ظاهر پرستی و چند نکته در اینجا ذکر میکنن که در طول 3 سال اخیری که مناقشه ها موجود بود ما این صحبت ها را ندیده بودیم و نه در اینجا هیچ دیدی فرهنگی، دیدی نمیفهمم دینی و هر چیز دیگه که اینها در اینجا اسم بردن که ما یک تاریخی مشترک گذشته داریم. چیزی که در اینجا ذکر کرده شد از جانب هر دو طرف پرزیدنت ها در 3 سال اخیر هیچ رحم ما ندیدیم که به مردم تاجیکستان کسی که به مردم قرقیزستان در این گذشته رحم کرده باشد. فقط اینه که از این طرف دیکتاتورها یعنی دیکتاتور با اونو حمله کردن، در اون یک کلان دیگه که به این طریق فقط مردم اسویشتر اذیت کردن. در حالی که اگر ما تاریخ رو نظر بکنیم در تاریخ مردم قرقیزستان از انیسی از طرف یکوتی از اون طرف به قرقیزستان اومدن. همین بلشویک‌ها یک از هدف‌هاشون ساختن کشور ترک‌ها در پهناورهای زبان فارسی بود و مردم رو به این طریق کشاندن و همین قرقیزها را نیز همین روس‌ها یا این بلشویک‌ها به این طریق به این طرف آوردن و اینها هیچ وقته سرزمینشان همین سرزمینی که این حال قرقیزستان است موجود نیست. این سرزمین ها اینجا نیست. سرزمینی اگر این سرزمینی به پارس تعلق دارد ولی عین حال متاسفانه با خواست بلشویک‌ها این سرزمین مال متاسفانه قرقیزها شد و حالا قرقیزها میان بالای ما باز حمله میکنن و کارایی میکنن که متاسفانه دیگر حرف زدنشان در این باره سخت‌تر است. حتی صحبت‌های پرزیدنت پیشینی قرقیزستان موجود است که میگه که ما وقتی با روس‌ها مشکل دارد در اونجا یادآور میشود که ما یکی از قوم‌های داخلی روسیه بودیم که از یکوت‌ها که از ینیسه به این طریق یعنی به قرقیزستان به این سرزمین کوچانیده شدیم، یعنی ما همون ملتیم. به این اساس وقتی که ما در اینجا حرف رو عموما تاریخی میزنیم و باید بدونیم که در تاریخ متاسفانه اینها در سرزمین ما خوی خوش وقتانه متاسفانه در سرزمین ما نبودن ولی امروز اومدن متاسفانه بازم بالای ما قانونهای خود را عملی میکنن ولی امام علی رحمانوف هم بازم با دروغ در اینجا نه از حقیقت نه بلکه با دروغ از فرهنگ مشترک یکدیگر صحبت میکند و حرفایی را میزند که هیچ وقتی وجود نداشت. حالا به هر حال من خوشبینم از این مرز و امیدوارم که بازم همین کمبدی ها این مرز مشکلات حل شد و مردمی اسویشته در اینجا زحمت و اذیت نمیکشن. به همین خاطر ما از این سازشنامه‌ای که امضا شد استقبال میکنیم و امیدواریم که این سازشنامه دیگر باعث جنگ دعوا در بین مرزها نمی شود، بین دو ملت نمی شود و هیچ جان باخته نمی شود در بین این کشور ما و کشور قرقیزستان. زیرا عین حال قرقیزستان یک کشور خودمختار است و استقلال دارد، تاجیکستان یک کشور جداگانه و خودمختار است. برای اساس ما هیچ وقتی نمیخواهیم که دیگر این مشکلات ها به میان بیاد، چون تاجیکستان در یک حالت قرار دارد که هر لحظه با یک جنگ داخلی امکان داره روبرو بگردد و یا اینکه حمله از دیگر کشورها صورت بگیرد که ما قرقیزها را همچون یک دشمن خود در این سرزمین نمیخواهیم و امیدواریم که این سازشنامه پایدار باقی میماند. و علاوه بر این باز هم همینجا یک نقطه دیگر رو ذکر کنم که بعد از این سازشنامه پرزیدنت قرقیزستان یک نقطه رو یک پیشنهادی رو ارائه کرد که این پیشنهاد این بود که تمام کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان اینو یک ویزای یدینی ویزا یا اینکه یک ویزای مشترک یا روادید مشترک جاری کنند که یک نفر از خارج کشور وقتی میآید هر یک کشوری رو دیدن میکنه، سیاحت میکنه، بتونه به دیگر کشورها هم برود. واقعا این پیشنهاد بسیار یک پیشنهاد مشترک است. برداشتن این مرزها از این سرزمین و وارد کردن ویزای مشترک این چیزی است که ما سالها پیشنهاد کردیم و سالها در این موضوع صحبت کردیم و از استقبال میکنیم و این باید هم باشد که بین کشورهای آسیای مرکزی نباید یک روادید موجود باشد و یا اینکه مرز حتی موجود باشد، به خاطر اونه که ما با یکدیگر خیلی نزدیکیم و میتوانیم بسیار کارهایی که موجود است با هم انجام بدیم و
پراکندگی ما و مرز بودن یا اینکه اون جاری کردن گمرک این بسیار سختی ها رو به این ملت هایی که در آسیای مرکزی زندگی میکنند وارد میکنند، مشکلات های خیلی زیاد وارد میکنند و برداشتن این روابط و گمرک ها واقعا و مرزها حتی برداشتنشو یک نقطه مفید خواهد بود و برای پیشرفت جامعه آسیای مرکزی و مخصوصا جامعه تاجیکستان بسیار مثبت خواهد بود. من امیدوارم که این پیشنهاد در سطح دولت ها برداشته می شود و روسیه، چین، کشورهایی که در اینجا نفوذ دارند مانع این پیشنهاد نمی شوند و این عملی می شود. ولی پیشبینی ما متاسفانه بسیار غم انگیز است و ما میدونیم که هیچ وقت کشورهای ابرقدرت به مانند روسیه، چین اجازه چنین یک سازشنامه رو نمیتین و هیچ وقت اجازه نمیتین که یک کشوری یعنی کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان یک کشوری باشن که بدون روابط، حتی افغانستان هم میتواند وارد این کشورها شود، ایران هم که با طبیعت و دارایی‌های غنی میتواند در اینجا یک نفوذ خیلی خوبی داشته باشد و منفعت‌های خیلی بیشتری میتواند موجود باشد ویزا برداشتن بین این کشورها. ولی ما مطمئنیم که روسیه این اجازت رو نمیتید. این پیشنهادها تنها در آواز باقی خواهند ماند و چون این حالتها رخ نمیتید. حالا در نظر گرفته شده است که امامعلی رحمانوف و شوکت میرزایی و صادر ژاپور با یکدیگر ملاقات کنند و امکان دارد که در این ملاقات ما میبینیم که آیا عاید همین نقطه و همین پیشنهادی پرزیدنت قرقیزستان یگان نقطه برداشته خواهد شد و اینها برای منفعت آسیای مرکزی، برای منفعت مردم تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان یگان کار انجام میتین یا نمیتین، این رو وقت نشان میتید و ما باز هم میگیم که این با اجازه بدون اجازت روسیه امکان یعنی هیچ امکانی ندارد و ما انتظار نداریم که روسیه چون این اجازت میتید، چون این بر اساس اون چیزایی که ما در نظر داریم به ارزش‌ها و منفعت‌های روسیه ضد خواهد بود، چون پیشرفت آسیای مرکزی استقلال کامل به دست می‌آورد و این استقلال کامل رو روسیه نمی‌خواهد. چیزی که روسیه می‌خواهد این استبداد، ظلم و همون حکومتی پیشینه‌ای که اداره می‌کند تمام این حکومت‌های آسیای مرکزی رو. خب این بود موضوع قرقیزستان و ما این موضوع رو در اینجا خاتمه می‌بخشیم. ما برمیگردیم به نقطه دیوم، به ملاقات امامعلی رحمانوف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه. این ملاقات یک ملاقات خیلی حساس بود، زیرا امامعلی رحمانوف در این ملاقات بسیار خوشحال بود، با لب خنده، با حرفای بسیار زیبا و با آغوش گرم به روسیه این و پرزیدنت پوتین ملاقات کرد و از اونجا برگشت و این نقاط بسیار جای دیدنی دارد، جای گفتنی دارد، جای تحلیل دارد، زیرا مشکلات های اخیری که در روسیه صورت میگیرد اینم مورد اون چیزی است که ما باید صحبت کنیم که چرا امامعلی رحمانوف چنین در ملاقات ها خوشحال است، این سازشنامه‌هایی را مینویسد، ولی اون اصلی که مشکلات هایی که روسیه به ما ایجاد کرد و ایجاد میکند اینها در نظر گرفته نمیشوند. در این موضوع صحبت خواهیم کرد. خب ما برمیگردیم به ملاقاتی که اخیر در روسیه صورت گرفت. ما هموطنان و همدیران عزیز، امامعلی رحمانوف در روزی یعنی امروز و دیروز در سفری در فدراسیون روسیه قرار داشت و امروز هم در رسانه‌های تاجیکستان شرح تمامی اون ملاقات هایی که با پرزیدنت ولادیمیر پوتین انجام داد نشر شده است و ما او را بر سمت شما خواهیم رساند. در روزی 16 هم که امامعلی رحمانوف سفری رسمی داشت به روسیه آغاز کرد و در این سفر امامعلی رحمانوف وقتی که به روسیه رفت، یکی از نمایندگان فدراسیون روسیه او را ملاقات کرد در فرودگاه. امامعلی رحمانوف بعد از این ملاقات به یک میدانی رفت، در اون میدان زیری پیش سربازهایی که کشته شده بودند، مشخص نبود این سربازها در کجا کشته شدن، تعظیم کرد و گل گذاشت. حالا اینجا علامت سوال است که این سربازهایی که در اینجا امامعلی رحمانوف با اونها گل گذاشت و تعظیم کرد، این کدام سربازها هستند؟ آیا این سربازها همون سربازهایی هستند که در جنگ
روسیه و اوکراین به قتل رسانیده شدن و یا اینکه اشخاص دیگری هست، این رو ما میگذاریم به اون چیزی که بعداً معلوم مشخص شود. ولی به هر حال در چنین حالت‌های حساس نباید یک حکومت صاحب اختیار با چنین کارهای نازک دست بزند، چون این میتواند خطرهای خیلی زیادی از جانب دولت‌های غربی نسبتی ارزش‌های ما داشته باشد. تحریم‌های گوناگونی میتواند وارد کرده شود اگر معین کرده شود که امومالی رحمانوف همراه حکومت فدراسیون روسیه است در جنگ با کشور فدراسیون روسیه. حالا ملاقات امومالی رحمانوف در اینجا صورت گرفت و سازشنامه‌های خیلی زیادی نوشته شدن، از جمله در سازشنامه درباره فرهنگ و علم، چیزی که حکومت روسیه در تاجیکستان باز هم یک تئاتر و مکتب ها دوباره شد. اونا در ملاقات با امومالی رحمانوف آنلاین این چیزا تماشا کردند، بازکشایی اینها رو، و همچنان در ساحه نظامی باز هم صحبت کرده شد، در ساحه زبان صحبت کرده شد که امومالی ولادیمیر پوتین از امومالی رحمانوف برای زبان روسی که زبانی دومی کشور است تشکری کرد، در حالی که این زبانی دومی تحقیر به مردم تاجیکستان از زیبا رو در همون سرقانون ما یا کانستیتوسیون ما در اونجا ذکر کرده شده که زبانی بین ملت ها روسی است، در حالی که در تاجیکستان مردم باید زبانی بین ملت ها یعنی زبانی تاجیکی و کم پارسی باشد، نه زبانی روسی، چون ملت هایی که در تاجیکستان هستن حتما باید تاجیکی صحبت کنن. روسی این یک زبانی باشد که بین معاشرت کسی که داخلی وطن ما میآید ما میتونیم او را همچون یک زبانی دوم قبول داشته باشیم، در شکی نیست، ممکن است، هیچ مشکلی ندارد، ولی همچون زبانی بین ملت ها این چیز تأخیر به مردم تاجیک و زبانی ماست. اما امومالی رحمانوف دیگر میدونید که حکومتش حکومت دیکتاتوری و زیر دست حکومت روسیه در اینجا حرفی صحبت نکرد. پوتین از این نقطه ذکر کرد و چندین نکات دیگه ای که در روندی برنامه ما برای شما میخونم. حالا این ملاقات اخیر که پوتین بعد از به سر قدرت آمدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که چندین کمک‌هایی را به اوکراین منع کرد و اوکراین رو در فشار قرار داد برای امضا کردن یک سازشنامه با روسیه، سازشنامه صلح، اینجا پوتین علیه ملاقاتش با امومالی رحمانوف و ترسی کشورهای آسیای مرکزی از امومالی رحمانوف یک نقطه خیلی مهمی است که ما صحبت خواهیم کرد، چون این ملاقات پوتین نظر به ملاقات‌های دیگرش بسیار تاثیرگذارتر بود به امومالی رحمانوف، زیرا پوتین اینجا چند نقطه ای را به امومالی رحمانوف اشاره کرد که یعنی شما با ما در مدت اونی که ما در جنگ قرار داشتیم همچون عضو اودکیبی باید کمک میکرده، در حالی که شما کمک نکردید و بدون کمکی شما ما باز هم سرفراز دوباره از اینجا برمی‌آمدیم، چون در جنگ عین حال در اوکراین دیگه دست به بالا روسیه است، سرزمین اوکراین تصرف کرده است، چندین مناطق زیر دست روسیه قرار دارد و با تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در اونجا می جنگد. یعنی این دست بالایی که تنها روسیه در این جنگ موجود بود و خودش تنها این کار نشان داد، در اینجا علاقه کشورهای آسیای مرکزی را یعنی بزونو شنان دیگه خودی تاجیکستان را از جمله بسیار عمیقا امومالی رحمانوف ترسوند. وقتی که هر سازشنامه‌ای که در اینجا امضا کردن امومالی رحمانوف با خنده، با لبخند، با راضیگی اندی که قبول کند امضا گذاشت. چرا؟ به خاطر طرز هراس. امومالی رحمانوف امکان داشت که یعنی امید داشت که روسیه در اینجا شکست میخورد، بوزوی دیگر یعنی چین یا این امریکا یا یگان طرف دیگر میرود، ولی این پیروزی روسیه در اینجا چکار کرد؟ باعث گشت که امومالی رحمانوف بیاید هر چیزی که روسیه بخواهد امضا بگذارد. ببینید همین چند نقطه ایش ما در اینجا تحلیل میکنیم. بیاین ما برمیگردیم همین ملاقات امومالی رحمانوف رو با پوتین میمونیم. من چند نقطه ایش برای شما شرح میدم. خب ویدیو ببخشید من اینجا بگذارم که کمک بتوانیم ویدیو را در صفت بهتر بمونیم که با ما شکایت نکنن. مسائل همکاری تاجیکستان و روسیه در ملاقات خاصه سران دولت‌ها محترم امومالی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین آغاز گردیده.
дар вохӯрии васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии ду кишвар идома ёфт. Масъалаҳои калидии муносибатҳои ду кишвар ва мавзӯъҳои мубрами минтақавию байналмилалӣ ба таври муфассал муҳокима гардиданд. Уважаемый Эмомали Шарипович, рад вас приветствовать в Москве. И прежде чем начнем беседу, хотел бы вас поздравить, да, и всех таджикистанцев с наступающим праздником Навруз, 21 марта, по-моему. Спасибо. Хочу пожелать вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго, каждой семье. 2 марта у вас прошли выборы, и партия, которую вы возглавляете, одержала убедительную победу. Еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией тоже находит поддержку у граждан республики. Надеюсь, я уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе. Мы ждем вас в Москве 9 мая. همطور که شما دیدید ایمانی رحمان بازم در اینجا این یک نقطه‌ای که من بازم میگم، یعنی وابسته بودن یک حکومت دیکتاتوری از کشورهای دیگر چی است. شما در ملاقات ایمانی رحمان با پرزیدنت قرقیزستان صادق جبارov شما دیدید که در اونجا بازم تایید پرزیدنت قرقیزستان از روند انتخاباتی در تاجیکستان، زیرا این انتخابات در تاجیکستان ناشفاف بود. در این انتخابات یگانه حزب‌های سیاسی نبودن، حتی سازمان امنیت همکاری اروپا سهه در همین انتخابات امساله اشتراک نکرد، از اینجا دست کشید برگشت آمد. یعنی به همین اساس یعنی وابستگی یک دیکتاتور چی است؟ شما دیدید که یعنی تایید یک سازمان تایید دیگر کشورها بر روند انتخابات و قانونی گردانیدن یک دیکتاتور. به همین اساس وقتی صادق جباروف حرف زد، پوتین حرف زد، این نشانه چی است؟ یعنی که حکومت تو و خانواده تو وابسته ماست. اگر من یعنی پوتین این حال در اینجا، اگرچه این صحبت‌هایی است که صحبت‌ها رو خیلی سخت باید فهمید، زیر اون نقطه خیلی اهمیت داد که این نقطه رو باید فهمید که اون منظور چی است. یعنی وقتی که پوتین حرف رو میزند به ایمانی رحمانوف اشاره میکند که اگر همین روز از انتخابات یعنی تو بگوی که نه من با تو نیستم دور میرم، انتخابات بعدی یعنی اون مهر قانونی رو تو چیکار نمیکنی، به دست نمیاری. چون کشورهای اروپایی امریکایی تر با قانونی نمیشناسن، انتخاباتی تر قبول نمیکنن، تر همچون یک کشور دموکراتی نمیپذیرن. به همین اساس انتخاباتی تر ناشفاف میکنن و مایم که تر قانونمند میگردونیم. بر اساس همین این است که این نشان دادی پوتین یعنی به ایمانی رحمانوف که تو وابسته ما و زیر دست ما. اگر هر نقطه‌ای را که هر سازشنامه‌ای رو که ما میگیم قبول نکردی، پس تو بدون که انتخابات بعدی همون طوری که باید بروی میره. بیا دوامش رو گوش میکنیم. Мы с вами договаривались об этом, и наше приглашение приняли 9 мая на участие в мероприятиях торжественных по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана. Наши отношения развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился еще на 7 с лишним %, достиг $1,5 миллиарда. Объем капиталовложений тоже примерно такой же, чуть побольше, даже 1,6 миллиарда. 80 субъектов Российской Федерации поддерживают отношения с властями, со своими партнерами из областей Таджикистана. Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации. И сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению. Мы очень рады вас видеть. У нас много вопросов, и они подготовлены. Ну, конечно, как всегда,
Действительно, есть вопросы, которые нужно будет, видимо, на уровне министерств, ведомств пообсуждать дополнительно. Наша команда хорошо подготовлена с обеих сторон. Мы рады вас видеть. Добро пожаловать. Большое спасибо, уважаемый Владимир. Во-первых, огромное большое спасибо за приглашение, теплый прием и гостеприимство. Таджикистан и Россия давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог. Россия – ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана. Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи. Особое место занимает, двусторонней повестки занимают вопросы безопасности. Готов обсудить сегодня с вами состояние перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Еще раз я хотел бы выразить вам искреннюю благодарность за теплый прием и гостеприимство. Спасибо. اینه دوباره برای ملاقات خیلی گرم تشکری کرد، چون شما همطوری که میدونید در گذشته دو مرتبه وقتی که امامعلی رحمانوف به فدراسیون روسیه سفر کرده بود بسیار یک ملاقاتش کردن که مثل که یک رئیس ناحیه و پایتخت میآید و در پایتخت او را ملاقات میکنن. واقعا ملاقات خیلی بد بود، ولی این بار در همون طریق هم این بار هم اون ملاقاتی که باید و شاید باشد که یک پرزیدنت ملاقات یک پرزیدنت میرود اون طریق نبود، ولی به هر صورت برای امامعلی رحمانوف خوش آمد و شما خوشبختی امامعلی رحمانوف را از ارباباش میبینید. حالا ویدیو بعدی هم هست که در اینجا سازشنامه درباره چه کردن، ولی پیش از اون که به سازشنامه ها بریم نگاه کنیم اینجا چند نقطه رو از تلویزیونی سفینه نگاه میکنیم بعد میریم اون طرف. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از رشد خوب مکالمه سیاسی در همه سطح‌ها اظهار قناعتمندی نمودند. رشدی با سرعت همکاری تجارتی و اقتصادی در سالهای آخر تاکید گردید. از جمله مسائل گسترش همکاری در بخش‌های صنعت، انرژتیک و کشاورزی بررسی شد. با مسائل رشد رابطه‌های گومانیتاری، همکاری در ساحه‌های فرهنگ و معارف توجه خاصه ظاهر گردید. گفته شد که در شهر و ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان 71 مؤسسه تعلیمی با زبان روسی از جمله آنهایی که سال 2022 از جانب سران دولت‌ها افتتاح یافته بودند، همچنین 190 مکتب آموخته فعالیت دارند. در این ضمن همکاری در تامین این مؤسسه‌های تعلیمی با کتاب و مواد تعلیمی یک نکته را همینجا دقت بدید، دوباره از نو میمونه، شما دقت بدید. از جمله آنهایی که سال 2022 از جانب سران دولت‌ها افتتاح گفته شد که در شهر و ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان 71 مؤسسه تعلیمی با زبان روسی از جمله آنهایی که سال 2022 از جانب سران دولت‌ها افتتاح یافته بودند، همچنین 190 مکتب آموخته فعالیت دارند. در این ضمن همکاری در تامین این مؤسسه‌های تعلیمی با کتاب و مواد تعلیمی و ادبیات با زبان روسی از مسائل مطرح باقی میماند. ذکر شد که در تاجیکستان 3 فیلیال مؤسسه‌های با نفوذ عالی تعلیمی روسیه فعالیت داشته. زیاده از 28,000 شهروندان تاجیکستان در دانشگاه و دانشکده‌های روسیه تعلیم می‌گیرند. جانب‌ها به موافقه رسیدند که ماه ایون همین سال در فدراسیون روسیه روزهای فرهنگ تاجیکستان برگزار کرده می‌شوند. تأکید گردید که در هر دو کشور برای مکمل سازی همکاری بین منطقوی از جمله برگزاری یک قطار چهاربینی‌های گوناگون سطح در این سمت تلاش خواهند کرد. به همکاری بین پارلمانی دو کشور بهای بلند داده شده. جانب‌ها برای ادامه باثمر آن در آینده اظهار هوسمندی نمودند. تحکیم همکاری در ساحه امنیت و تقویت هماهنگی در فعالیت مشترک خدمات مخصوص و مقامات حفظ حقوق در مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای امنیتی از مسائل مهم مذاکرات بود. همکاری سودمند در دایره سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی نیز در مرکز توجه سران دو دولت قرار داشت.
17 март در دوره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فدراسیون روسیه در تالار قصر کرمل مراسم مجازی آغاز ساختمان دو انشاءات مهم اجتماعی و گومانیتری در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مراسم آغاز بنیاد تئاتر دولتی درامایی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و مرکز بین المللی تعلیمی برای آموزش کودکان بالایقت در شهر دوشنبه از محل ساختمان انشاءات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری اوید به آمادگی به برگزاری مراسم گزارش دادند. Хочу поблагодарить всех коллег за проделанную работу и, разумеется, всего доброго, успехов разрешаю. بارازگی سران دولت محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین برای بنیاد تئاتر دولتی درامایی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و مرکز بین المللی تعلیمی برای آموزش کودکان بالایقت در شهر دوشنبه سنگ اساس از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و دیگر شخصان مسئول دو جانب گذاشته شد. سران دو دولت و دیگر حاضرین مراسم گذاشتن سنگ اساس این دو انشاءات مهم ساحه‌های فرهنگ و معارف را در مانیتورهای کلان در قصر کرمل مشاهده نمودند. قابل ذکر است که آغاز ساختمان این دو انشاءات باز یک نشانه توسعه با مرام رابطه‌های گومانیتری و فرهنگی تاجیکستان و روسیه می باشد. بیاید دوستان و هموطنان و همیوران عزیز یک نکته رو در اینجا که شنیدیم من دوباره گذاشتم، مخصوصا که شما دقت بدید. حالا نمیدونم تا کجا شما دقت دادید این نوزکی را، ولی من برای شما اشاره میکنم. دوستان و همیوران عزیز و هموطنان، شما هم طوری که شما شنیدید در تاجیکستان 71 تا مؤسسه تعلیمی است، 190 مکتب‌های آموزشی و 3 تا یعنی آموزشگاه عالی و 28,000 دانشجو در فدراسیون روسیه تحصیل میکنن و علاوه بر این چند تا تئاتر دیگر به زبان روسی. همه این نقاطی که ما در اینجا گفتیم اینها تمام موادهاشون از فدراسیون روسیه و تاجیکستان تامین کرده میشن. یعنی 190 تا مکتب‌های آموزشی و 37 تا مؤسسه تعلیمی اینها تمام ادبیات اینها از فدراسیون روسیه تامین کرده می شوند و در تاجیکستان از تاریخ و فرهنگ روسیه تدریس کرده می شوند. شما منظوری همین نقطه رو میفهمید که چگونه یک کشور صاحب استقلال اجازه میده برای خودش که یک کشور دیگه از خارج بیایه برای تو در داخل وطن تو مکتب خودش بسازه. تو فکر کنی که خب تو وقتی که وارد همون مکتب میشه از یعنی فرقی نمیکنه. در روسیه وقتی وارد یک مکتب میشه کاملا زبان روسی و همون چیزایی که درس میخونی، ولی وقتی که در مکتب‌های تاجیکی روسی وقتی که در تاجیکستان از وارد میشوی فقط در اونجا یک تاریخ تاجیکستان رو میخونیم، اون هم به زبان روسی و فقط همچون یک فن زبان تاجیکی رو میخونی، همچون یک فن. ده چیزی دیگرگون دیگر تمامی چیزها روسی. یعنی زبان تاجیکی همچون یک فن خارجی در این مکتب درس داده می شود. ما مگر آماده بخش از روسیه شدن هستیم و یا اینکه هدف دیگری در اینجا موجود است که ما نمیدونیم اون رو بفهمیم. مگر زبانی فارسی یا اینکه فارسی آماده علم بدن یا اینکه تکنولوژی بدن و پیشرفت بدن نیست؟ یا که چرا باید تاجیکستان یا فرزندان تاجیکستان چونین ذلت رو بپذیرن و فقط باید در مکتب‌های روسی چیکار کنن؟ درس بخونن، زیرا آینده فقط با روسیه هست. مگر ما جاسوسی روسیه آماده میکنیم یا اینکه آماده به روسیه پیوستن هستیم و یا اینکه چه هدف پشتی درهای بسته موجود است که امروز ملت شریف تاجیکستان از آن بیخبر است؟ مگر روسیه
میخواهد برای ما کمک بکند مشکلی ندارد، بیاید برای ما مؤسسه های تعلیمی بسازد با زبان خودمون، با فرهنگ خودمون مطابق. اگر که میخواهد فن زبان روسی در روسیه در تاجیکستان تدریس کرده بشود مشکلی ندارد، همچون یک فن خارجی در مکتب‌های ما تدریس کرده بشود. ولی همین مکتب‌هایی که اینها سرمایه گذاری میکنن بگذار به زبان فارسی یا پارسی سرمایه گذاری کنند و اینها در سطح عالی که عین حال مکتب‌های روسی در تاجیکستان باز طرفداری بیشتر دارند، به گفته خودشان خیلی زیاد طرفدار دارند و تعدادها میگن که باید در اونجا درس است در اونجا بخوانند و زبان تاجیکی همین را تامین کنند. امروز با برای مکتب‌های روسی در تاجیکستان جنگ بود است که باید فرزندان ما در مکتب‌های روسی بخوانند چون در اونجا سواد و پیشرفت وجود دارد. اینقدر خودآگاهی ملی، خودشناسی ملی در جامعه ما از بین رفته است و نفوذ یک کشور خارجی در داخل ما چقدر بزرگ است. وقتی که ما میگیم حکومت امومالی رحمانوف یک حکومت دیکتاتور است و زیر دست حکومت روسیه است، شما باز هم علامت سوال میگذارید. پس مشکلات اصلی در اینجا هست. بیایید عمیق‌تر صحبت کنیم. شما خانواده دارید و خانه شما زیر همون برنامه شما پیش می رود. یعنی شما هر طریقی که میخواهید به فرزنداتون تربیت میگذارید و اونها رو به هر طریقی که میخواهید ادامه میدید، روان میکنید. من میام به در خانه شما و میگم که نه، باید فرزندان شما مکتب کاملا نروند و در خانه باید زبانی مثلا منگولی را یا که زبانی مثلا هندوگی را، اردو را بیاموزند. تمام فنها باید به زبان اردو خوانده شود و شما همچون که فراموش نکنید فرزندان شما فقط یک بار زبان تاجیکی را به خاطر که به مادرش صحبت کنه یک بار بخونه. شما با من چی میگویید؟ شما دیوانه هستید؟ در خانه من شما چیکار میکنید؟ بیرید از خانه من بیرون. من هر چیزی که میخوام به فرزندان میآموزم. یعنی حکومت، استقلالیت و دولتداری همین است. وقتی یک این کشور میاد در داخل وطن تو دیکتات میکنه که شما چگونه درس بخونید، چی باید بیاموزید و چگونه موادها برای درستون استفاده کنید، پس مطمئن باشید که اون کشور صاحب استقلال بده نمیتواند. اگر چیزی دیگری موجود باشد بیایید برای ما برسونید. بیایید صحبت کاملی امومالی رحمانوف و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رو در بعد از گفتگو و امضا کردن سازشنامه ها با هم ببینیم و اینجا کمی تحلیل میکنیم و بعدا برنامه رو خاتمه می‌بخشیم. پیش از آن که صحبت رو بمونم همدیران و هموطنان عزیز، من لینک برنامه رو گذاشتم در کامنتاریه و هر برادر و خواهری که میخواد در برنامه پیوست بشه و صحبت کنه، فکر نظرش رو بیاد، میتواند پیوست بشود. و علاوه بر این دوستان، برنامه ما برنامه جدید است و از شما خواهش میکنیم که با وجود همه اینی که در فدراسیون روسیه مشکلاتی موجود است که یوتیوب بسته شده است و شما نمیتونید پیوست شوید، از وی پی ان های گوناگون استفاده میکنید. به همین خاطر دوستان و هموطنان عزیز کوشش کنید که با برنامه پیوست شید، لایک بگذارید و چه خیلی فراموش نکنید تا اینکه دیگه برادرها بتوانن پیوست شوند. و من اوتوریزیشن الکی برداشتم، استودیو رو آزاد کردم، شما میتونید پیوست شین تا در زمان من استودیو رو بسته بدم. شما میتونید پیوست شین و در برنامه صحبت کنید و لایک بگذارید که دیگر برادرها بتوانن این برنامه رو ببینن، ابونه شوید در کانال ما و از دیگر نوارهای ما محروم نشوید. دوستان و همدیران عزیز، من میگذارم ویدیوی صحبت های ولادیمیر پوتین پرزیدنت فدراسیون روسیه و امومالی رحمانوف رو تا اینی که ما بتوانیم بفهمیم چندین سازشنامه‌ای که در اینجا امضا شدن و بین پرزیدنت ها چی گفتگو گذشت. Имамали Шарипович, дамы и господа, друзья,
искренне рады приветствовать президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона, который находится в России с официальным визитом. Подчеркну, наши сегодняшние переговоры с Эмомали Шариповичем по традиции прошли в дружеской и деловой атмосфере и были весьма содержательными. Отношения между Россией и Таджикистаном носят подлинно стратегический, партнерский и союзнический характер, основываются на незыблемых принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга. А самое главное, они продолжают поступательно и динамично развиваться. Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг 1,5 миллиарда долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работает свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов. Важно, что Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах. Доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года превысила 96%. Последовательно выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Целый ряд банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений Центробанка России. Российские и таджикистанские граждане имеют возможность осуществлять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей. Решаются вопросы более широкого использования на территории Таджикистана российских платежных карт МИР. Правительства двух стран на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов. Реализуются подписанные в октябре прошлого года программы экономического сотрудничества. Профильными ведомствами двух стран разработан план мероприятий по увеличению двухстороннего товарооборота в 2,5 раза к 2030 году. Россия поставляет большие объемы нефти и нефтепродуктов в республику, практически полностью покрывая потребности таджикистанской экономики в углеводородах. Причем поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин. На таджикистанском рынке активно работает «Газпромнефть», владеющая сетью нефтебаз и заправочных станций и обеспечивающая весомую долю всех налоговых платежей в государственный бюджет страны. Россия помогает Таджикистану в развитии гидроэнергетики. Построенная с российским участием Стангюдинская ГЭС производит 12% потребляемой республикой электроэнергии. Наши компании готовы и далее оказывать содействие эксплуатации и модернизации существующих в Таджикистане мощностей генерации на основе самых передовых технологических и экологических стандартов. Углубляется промышленная кооперация. Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности, полного цикла от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий. Налажены поставки на таджикистанский рынок продукции машиностроения, легковых автомобилей, труб, изделий металлопроката. А в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением в Душанбе в скором времени будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк. Хорошо известно, что в России живут и работают порядка 1 миллиона граждан Таджикистана. Они заняты в самых разных отраслях, особенно таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт и логистика, и вносят большой вклад в развитие российской экономики. И что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем и для Таджикистана, и для их семей. Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. دوستان و هموطنان عزیز، همینجا شما دیدید که میگه که من کوشش میکنم یک زندگی شایسته و درست و روی مهاجران مهنتی تاجیکستان در روسیه فراهم بیارم. در حالی که ما میبینیم که بعد از مشکلاتی که در کراکو سیتی رخ داد
و پیش از اون هم متاسفانه با تاجیکستان برخورد خیلی بد میشید و بعد از اون که در کروک و سیتی این مشکلات به میان اومد، حالت مهاجران مهنتی تاجیکستان بدتر و بدتر شده. هر روز یک تاجیکستانی با بهانه‌های گوناگون تهمت زده میشه از جانب همین فاشیستا، لطکوب کرده میشه یا که پشت پنجره برده میشه. هر روز. همین دیروز یکی از سازمان‌های بنفوذ هومن رایتس واچ یک بیانیه‌ای نشر کرد، یک تحقیقاتی را نشر کرد که عبارت نمیدونم از 20 صفحه بود. در همون تحقیقات راجع به مشکلات مهاجران مهنتی بعد از همین مشکلات کروک سیتی خبر داد و در اونجا بیشتر قانونشکنی‌هایی که از جانب همین فدراسیون روسیه نشان داده می شود غیر قانونی، فقط به خاطر دیدن اونه که یک کس تاجیک است با اون مشکل میارد. ما اشاره کردیم که حتی در برنامه‌های قبلی میگه حتی با سوداگرانی که در مغازه‌ها سودا میکنن، در بازارها سودا میکنن، روس‌ها میان از مغازه‌های همینا نمیخرن که اینا تاجیکن و تاجیک در فلان و فلان نفر کش، در حالی که هر کسی که پشت این پرده بود مشخص نیست کی است. همین تاجیک‌ها در اونجا اتهام زده شدن ولی بازم اینها دروغ میگویند. در اینجا امامعلی رحمانوف هم با لبخند این را قبول میکند، میاد ولادیمیر پوتین رو گوش میکند و نمیگوید که در همینجا دروغ است و که مهاجران مهنتی ما در عذابند، در اذیتند، در چه قرار دارند. ما میگه که به زندگی شایسته و درست برای مهاجران مهنتی تلاش کردیم و بازم در آینده برای اونها تلاش میکنیم، فراهم آوردیم و فراهم میکنیم. و دروغ است این حرف دروغ است. ببینم اینجا دوباره بار دیگه همین را گوش کنیم. являются серьезным подспорьем и для Таджикистана, и для их семей. Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подробные разъяснения правил в сфере миграции. Отмечу также, что наша страна предоставляет Таджикистану значительные донорские. شما دیدید دیگه 100% گوش کردید. متاسفانه این مشکلات هم قدر سخت شده از اینکه است که من در اول برنامه یک نوار گذاشتم از یک مادری که از فدراسیون روسیه دپورتاسیون کرده شد با بازیلت بازاری و ما یادمون هست عمری 5 ماهه‌ای که یا 6 ساله‌ای که از جانب یک فاشیستی روس تجاوز کرده شد. ما یادمون نرفته است هزارها دستگیری هایی که سال 2000 بعد از اون مشکلاتی که بولیاچیکا صورت گرفت که 10-20 هزار دپورتاسیون کردن، در عذاب وضعیت قرار دادن. ما فراموش نکردیم اون زندانی های سیاسی تاجیکستان رو در فدراسیون روسیه. ما فراموش نکردیم مشکلات هایی که فاشیست های روس با تاجیکا در فدراسیون روسیه میکنن. این چیزها رو فراموش نکردیم. این زندگی شایسته فراهم کردن نیست. ما فراموش نمیکنیم که هر ماه مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه در تحت چه شرایطی قرار دارن، چقدر پول پرداخت میکنن برای در اونجا بدن شد. ما این رو فراموش نکردیم. این زندگی فراهم کردن زندگی شایسته نیست. ما این چیز رو فراموش نکردیم. اگر حوزی برایتون نوار بیارم، صدها نوار لطکوب و اذیت و آزار مهاجران مهنتی را در فدراسیون روسیه میاریم. اینها همش دروغ است. باز هم امامعلی رحمان رو میاد در اینجا چیکار میکند؟ حرف و صدا، سر و صدا. من رفتم برای شما در فدراسیون روسیه کار کردم. دروغ. Донорское содействие. За счет российских средств в республике финансируются программы школьного питания, модернизация оросительных систем, а также многие другие проекты в важных сферах жизни таджикистанского общества. Продвигается сотрудничество в культурно-гуманитарной области. Как известно, в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения. Мы очень благодарны президенту Таджикистана за такое бережное отношение к русскому языку. В этой связи отмечу успешно реализуемый совместный проект школьного обучения на русском языке. Речь идет о 5 школах в Душанбе и других таджикистанских городах, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается порядка 5500 учеников. В рамках проекта «Российский учитель за рубежом» в прошлом году в Таджикистан для преподавания направлено почти 100 педагогов из России.
Кроме того, в настоящее время в российских вузах, а также на филиалах в республике и в Российско-Таджикском славянском университете обучаются более 35 тысяч таджикских студентов. Для нужд республики выделена одна из самых крупных для стран СНГ квот – 1000 государственных стипендий. Сегодня в Душанбе состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства при участии России Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. И мы с Эмомали Шариповичем приняли в ней участие по видеосвязи. Рассчитываем, что эти новые культурные объекты станут еще одним символом дружбы народов России и Таджикистана. А в нынешнем году мы вместе отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это действительно общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. Эмомали Шарипович принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил республики будет участвовать в торжественном параде на Красной площади. Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Мы осуществляем координацию по ключевым... متاسفانه دیگه من صحبت‌های اینها را بیشتر نمیمونم و در این نقطه که آیا ما تاجیکستان و روسیه با قانونی بین المللی که در داخل کشورها یکدیگر دخالت نمیکنن و در حکومت‌های یکدیگر دخالت نمیکنن پابندن، این نقطه بسیار نقطه دروغ است، زیرا همونطوری که ما میبینیم در اولی برآمدش ولادیمیر پوتین از امومالی رحمانوف به خاطر انتخابات گذروندن، یعنی از امومالی رحمان توصیف تعریف کرد و انتخابات را یک ریشه مهم دانست و او را ریشه قانونی زد، در حالی که اودیکیبی و دیگر ساختارهایی که از فدراسیون روسیه تشکیل کرده شدند اونها این انتخابات را نظارت کردند و او را مهر قانونی زدند و این یک خیانت در داخل کشور دیگر است، زیرا این خودی رفتن و چون یک انتخابات و اقرار کردن این انتخابات هم چون یک انتخاباتی دموکراتی شفاف در حالی که چنین نیست، خودش دخالت در داخل حکومت ما است. و علاوه بر این هزارها نقاط دیگر هم میتوانیم اشاره کنیم، حتی این ساحه معارف که نشان دادن دهها مکتب مسائلی که در داخل وطن ما و زبان دوم کشور ما را یک زبان بین المللی که در اینجا اشاره کرده شد که باز از امامالی رحمانوف تشکر کرد، این خودش علاقه نشان دادی اون نقطه ای است که تو اینا دخالت میکنند مستقلانه در داخل کشور ما و هیچ ارزشی برای استقلال ما قائل نیستند و اصلا استقلالیت کشور ما را نمیشناسند و برای اونا استقلالیت کشور ما یک خطر موجود می شود و اونا هیچ وقت تاجیکان را همچون یک کشور و همچون یک منطقه استقلال خود مختار قبول ندارن و اونها باید همیشه به گفتی روسیه زیر نفوذ اونها قرار بگیرن. اگرچه این چیز در صدا بلند نمی شود گفته نمی شود، ولی در عمل ما میبینیم که متاسفانه از سال 1980 از سال 1980 فکر کنم 800 چند بود به نظرم تا این جانب که ما بعد از جنگ جهانی اول یا پیش از جنگ جهانی اول متاسفانه ما زیر نفوذ روسیه قرار داریم. بعد از پاش خوردن امارات بخارا و حتی امارات بخارا هم در زمان زیر سلطه روسیه یک مدت در مدت اخیر قرار گرفت و بالاخره با گفته خودشو یک انقلاب کردن و امارات بخارا را شکست دادن و علاوه بر این اون مناطقی که همه تاجیک نشین بود پراکنده کردن و این منطقه را گرفتن میشه با ازبکستان، می دیگه با چین، می دیگه این طرف و طرف به هر طریق، یعنی از اون اول تا حال به ما ظلم کردن و در آینده هم خواهند کرد تا زمانی که ما ملت مردم برنخیزیم و این ظلم و ستم رو از بین نبریم و یا استقلال کامل رو در سرزمین خودمون به دست نیاریم. من در اول برنامه یک صحبتی را گذاشتم و در این صحبت
چند نقطه رو اشاره کردم که بازم میخوام دوباره این نقطه رو اشاره کنم. هر ملت و هر کشوری که منتظر آن باشد که یک کشور دیگر و یک نیروی جدیدی از دیگر کشور سرمایه گذاری کرده می شود و میاد این کشور آزاد کرده می شود، مطمئن باشید که این ملت نابود می شود و از بین می رود. زیرا فقط با بازوی قوی و به نیروی مطمئن، به نیروی همین تاجیکیتمون ما اگر بر نخیزیم و انقلاب نکنیم در تاجیکستان، هر کشور دیگه که اگر یک مخالف رو و یک حزب رو، یک حرکت رو، یک جریان رو کمک بکند و در تاجیکستان انقلاب کرده شود، مطمئن باشید که همین سیستم دولتداری خودکامگی و همین سیستمی که امام رحمان رو جوری کرده یک سیستم طرز دیگر جوری کرده می شود و ادامه داده می شود. فقط در یک حالت ما استقلالیت کامل خود را حفظ میکنیم و مردم تاجیکستان را شرفمند میگردانیم، اون زمان این برای است که مردم ما با نیروی قوی خودش، با بازوی قوی خودش برمیخیزد و یک انقلاب را انجام میدهد و حکومت و دیکتاتوری امام رحمان را از بین میبرد و در جریان تشکیل یک حکومت معین سهم میگذارد و عقب نمیشیند. وقتی انقلاب را کرد هوشیارانه منتظر می شود و نگاه میکند و انتخاب میکند که نفری درست برای حاکمیت و اداره حاکمیت آینده کی است. در این صورت ما و شما میتوانیم پیشرفت داشته باشیم. در غیر صورت مطمئن باشید که ملت به نابودی می رود، کشور از بین می رود، زیر نفوذ دیگر کشورها قرار خواهد گرفت. ما در کشورهای دیگر دیدیم که اکثریت تاریخ نشان داد که کشورهایی که با دیکتاتوریت پیش رفتن از بین رفتن، نابود شدن و یا اینکه ملت چون در زیر خون قرار گرفت و باید سر راه چنین حالت‌ها را گرفت. دیکتاتوریت عاقبتش جنگ است، دیکتاتوریت عاقبتش از بین روی کشور است. برای همین ما باید در همین مشکلات‌هایی که امروز در جهان قرار دارد باید کوشش کنیم که کشور خودمون را نجات بدهیم. اول از زیر دست همین خانواده، دوم از زیر دست کشورهای ابرقدرت، سوم از زیر نفس این چاپلوس هایی که حکومت را به استبدادی به دیکتاتوری میبرند میرسانند. همین چاپلوس ها را چیکار کنیم؟ از دست همینا باید مخلص شیم. این چاپلوسگرایی، فلسفه چاپلوسگرایی در جامعه تاجیکستان از بین ببریم. امروز در همین حزب‌های سیاسی و مخالف هم چاپلوس ها دیده می شود، لگن بردارها و آب گرفته دستای رئیس ها را میگردند. خیلی زیاد است تعداد اینها و همین خاطر ما باید فلسفه چاپلوسگرایی را از بین ببریم، طمعکاری و تملق‌کاری از بین ببریم. ما در آینده باید یک کشوری داشته باشیم که با افکار انتخاب کرده بشود، با تفکری مردم انتخاب کرده بشود. اون کشور میتواند اراده و فکر مردم را چیکار کنه، در نظر بگیرد و پیش برود. و اگر که اون هر کسی که نفسش بالایی کرد و خود در حکومت باقی بمونه و حکومت غصب کنه، باید بدوری ملت تو اون درجه باشد که اینها را نگذارد. در اون صورت ما به استقلال کامل میرسیم و کشور را پیش میبریم. در غیر صورت مطمئن باشید که هیچ ملتی و هیچ کشوری در پی آبادی و آزادی ما و شما نیست و همیشه به نابودی ما، به پسروی ما، به ذلت ما چیکار میکنن؟ عمل میکنن. ما همین امروز میبینیم که امریکا میلیون ها به تاجیکستان کمک میکند. همین چند روز پیش ما دیدیم که امریکا چقدر به تاجیکستان یا اتحادیه اروپا به تاجیکستان چقدر کمک کرد. همین روز نشر شد. ما میبینیم که روسیه چقدر به تاجیکستان به همین حکومت دیکتاتوری کمک میکند، هزارها مکتب میسازد. ما میبینیم که چین چقدر به تاجیکستان قرض میتید، راه میسازد، طریق قرض و پولش باز هم میبرد. این میدونید به خاطر چی است؟ به خاطری که ذلت و نابودی و ضعف همین حکم ما را میخواهند و اگر اینها بخواهند آبادی و آسایشتگی ما را مشخص و بدون غرض به ما میان کمک میکنند. مثلا مثال میگیریم، چین برای ما 3 میلیارد قرض داد. در علاوه همین قرضی که داد، راهها را در تاجیکستان ساخت. تمام تعجیزاتی در راه استفاده می شود از چین آورده شد. یکی از نقاط شرطنامه ای که چین بیاد در تاجیکستان راه بسازد یا قرض بدهد همین بود. راهها را می سازد، تعجیزاتی تمامی همون کار از جانب چین بود، نیروی کاری از جانب چین است، تمامی چیزها همون پولی که برای مدت ابر نکشید بود. چرا نیروی کاری باید از چین باشد؟ چرا تجهیزات کاری باید از چین باشد؟ اینا ما میتونستیم از داخل وطن خودمون فراهم بسازیم. پس هیچ انسان، هیچ کشور در داخل وطن ما کار کردن نمیتوند، خدمت کردن نمیتوند. تا حال در زمان شوروی همین
آلومین زوادی ما ساخته شده است. بعد از شوروی باید تمام چیزهایی که در اوجا باقی ماندگی بود باید به ما باقی میمون. چرا امروز آلومین زواد فایزش به روسیه پرداخت کرده می شود؟ با تاجیکستان یک فایز خیلی کوچک پرداخت کرده می شود. وقتی با ما خوبی بخواهند استقلال کامل، اگر به استقلال کامل ما احترام داشته باشند، چون این واقعه ها رخ نمیتید. گیزی سنگ توده چند فایزش به کشور روسیه می رود؟ یعنی هیچ وقت کشورهای خارج وقتی برای تو از هر طریقی هم میان با اسم کمک برای تو پل میتین، مول میتین یا کار میکنن، این معنی کمک رو ندارد. این معنی نفوذی سیاسی خود در داخل وطن را دارد. و اگر ما زیرکی سیاسی را استفاده نکنیم و یک انقلاب مردمی را راه اندازی نکنیم و در تاجیکستان یک حکمتی مردمی را به میان نیاریم، مطمئن باشید که آینده کشور ما، آینده سرزمین ما باز هم همین خیر در ذلت قرار میگیرد و هر کسی به سر قدرت بیاید باز هم همین استبداد، همین خودکامگی، همین خودفروشی، سرزمین فروشی، همین خیانت باز هم ادامه خواهد داشت. هیچ وقت تغییرات پیدا نمی شود تا زمانی که ما و شما تغییراتی را به میان نمیاریم. خب رمضان است، بازم رمضان شما مبارک باشد. امیدوارم که در این ماه شریف رمضان خسته نمی شود و طاعت عبادت شما در نزد پروردگار و اله قبول است و قبول شود و ما دعا میکنیم که پروردگار در این ماه شریف رمضان ملت مظلوم تاجیکستان رو شرفمند بگرداند، طاعت عبادتش را قبول بفرماید و از زیر ظلم ستم حکومتی استبدادی مملی رحمانوف نجاتش بتید. و بازم دعا میکنیم مردم فلسطین را که در این روزهای سخت در ماه شریف رمضان زیر بمباران فاشیست‌های صهیونیستی قرار دارند، پروردگار آنها را در امن نگاه بدارد. ما دیروز در اخبارها بازم دیدیم که یک حمله جدید در شهر غزه از جانب صهیونیست‌ها صورت گرفت. باز دعا میکنیم که پروردگار دست اونها رو کوتاه بگرداند و به نیروی فلسطینی و مردم غزه قوه بتید، توانایی بتید که از حق خود دفاع کنند و مردم مظلوم سوریه، مردم افغانستان و دیگر کشورها دعا میکنیم که پروردگار آنها را در این ماه شریف رمضان بر رزق روزی فراوان عنایت فرماید، عطا فرماید و آنها را از این ظلم و ستم نجات بدهد. و بازم امیدواریم که مبارزه و مخالفای تاجیک را پروردگار در این ماه شریف رمضان دعای ما را قبول میکند، اتحاد سرجمی اونها را برقرار میگرداند، نیروی قوی در دل آنها، در نفوذ آنها جاری میکند که برای یک انقلاب آینده، برای یک انقلاب پایدار در تاجیکستان نقشه میکشند و تلاش میکنند در تاجیکستان انقلاب را انجام میدهند و اون انقلاب را پروردگار برای آینده این ملت، آینده این دین، آینده این کشور عنایت فرماید و برای ما ارزانی بدارد. دیگر شما را وقتونه نمیگیرم برادران، ماه شریف رمضان است، 1.5 ساعت 140 دقیقه میشه در بخش مستقیم، بدون آب صحبت کردن طولانی نمی شود و من بازم یک چند دقیقه پس نماز شام می شود بخیزیم برای افطار آمادگی ببینیم. دیگر شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعدی. کوشش میکنیم روز پنجشنبه اگر مهمون برنامه ما آماده باشند بتوانیم یک برنامه دینی و رمضانی داشته باشیم. اگر این کار فراهم شد ان شاء الله که منم بازم در حضور شما روز پنجشنبه قرار میگیرم، برنامه رمضانی خواهیم داشت. و اگر که این کار فراهم نشد بازم منتظر میشیم که مهمون برنامه آماده شوند، یک برنامه رمضانی دیگر خواهیم داشت تا اینکه بیننده‌های عزیز و مسلمانان تاجیکستان رو از احکام رمضان با خبر کنیم که در ماه شریف رمضان بتوانند روزه را با اون طرز درستی که باید باشد و شاید بگیرن. خب دیگر شما را به خدا میسپارم، پروردگار همه شما در امان خودش حفظ بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.